تاریخچه بلاکچین به دورانی خیلی قبلتر از معرفی اولین ارز دیجیتال یعنی بیت کوین برمیگرده. ایده و مفاهیمی که در نهایت باعث شد بلاکچین به وجود بیاد از خیلی قبلتر از این برنامه‌ریزی و طراحی شده بودن. امروز همراه من باشید تا نگاه مختصر و مفیدی داشته باشیم به تاریخچه بلاکچین. سلام دوستان، من بهامین هستم. به کانال یوتیوب من خیلی خوش اومدید. این اولین محتوای پلتفرم یوتیوبم هست، پس خوشحال میشم که سابسکرایبم کنید، لایک کنید و برام کامنت بذارید. بریم نگاه مختصری داشته باشیم به تاریخچه بلاکچین. تاریخچه بلاکچین از سال 1970 میلادی، زمانی که دو ریاضیدان آمریکایی به نامهای وایتفیلد دیفی و رالف مرکل زندگی میکردن شروع میشه. این دو شخص مفهوم کریپتوگرافی، کلیدهای عمومی و امضای دیجیتالی رو ارائه کردن. جالبه بدونید که آقای رالف مرکل مخترع و ابداع کننده هش رمزنگاری هم هست. بریم به 2 دهه بعد، دهه 1990، زمانی که برای استفاده از توکن های دیجیتال با مشکل دابل اسپندینگ مواجه شدن. دابل اسپندینگ در واقع باگی بود که به کلاهبردارا این اجازه رو میداد تا از یک واحد پولی چندین مرتبه استفاده کنند. پول‌های دیجیتالی در واقع کدهایی هستند که کلاهبردارا این کدها رو کپی می‌کردن و در یک بازه زمانی مشخص چندین بار اون خرج می‌کردن. برای حل این مشکل اومدن استفاده کردن از ایده توکن‌های دیجیتالی و این مشکل رو حل کردن. اما توکن‌های دیجیتالی هم نیازمند یک پایگاه داده متمرکز بود یا سنترالایزد. همونجور که میدونیم پایگاه داده سنترالایز از امنیت کافی برخوردار نیستن و نبودن هیچ وقت و هکرها به راحتی میتونن به اون دسترسی داشته باشن یا حتی کسانی که به این پایگاه های متمرکز دسترسی دارن میتونن اطلاعات رو کم و زیاد یا خلاصه دستکاری کنن. همین باعث شد که تا سال 2008 شخصی یا گروهی با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو که هنوزم هویت اون در حاله از ابهام هستش، یک وایت پیپر یا کاغذ سفیدی رو ارائه کنه مبنی بر اینکه بیت کوین چی هست و بلاکچینش چجوری کار میکنه. سال 2009 ساتوشی ناکاموتو اولین بلاک بیت کوین که اسمش هم گذاشت جنسیس بلاک یا بلاک آفرینش رو استخراج کرد و رسما شروع به کار بلاکچین و بیت کوینش رو نشون داد. سال 2010 اولین تراکنش موفق بیت کوین هم به ثبت رسید تا نقطه عطفی باشه برای بیت کوین و موفقیت‌های اولیه تاریخ بلاکچین. سالهای بعد از معرفی بیت کوین، ایده‌های زیادی با استفاده از بلاکچین تو سایر زمینه‌ها هم ظاهر شد. پروژه‌های زیادی بر بستر بلاکچین و حتی تکنولوژی مشتق اون مثل پروژه اتریوم که قابلیت پشتیبانی و اجرای قراردادهای هوشمند یا اسمارت کنترکت ها رو داشت توسعه پیدا کرده. این بود تاریخچه بلاکچین از ایده ها و طرح‌های اولیه و چالش هایی که پشت سر گذاشت تا به امروز که توسعه پیدا کرده و ما در سایر زمینه ها اونو شاهد هستیم. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. خوشحال میشم اگه کانال رو سابسکرایب نکردید الان این کار رو بکنید و اگر براتون مفید بوده کلیپ حتما لایک کنید و اگه سوالی داشتید حتما کامنت بذارید. تا ویدیو بعدی، بدرود.